گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری، باز شروع کنی، بخندی، بجنگی، بیفتی و محکم‌تر از همیشه باشی. گاهی وقتا باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی‌ها بزنی و بگی مرسی که یادم دادی قوی باشم. کار جدیدم رو شروع کردم چون همیشه از بچگی آرزوشو داشتم. فکر می‌کردم وارد این دنیای رنگارنگ گل‌ها بشم، دیگه به تمام آرزوهام رسیدم. اونقدری که تا حالا زندگی همون بالا پایین داشته، فکر کنم این شروع هم یه مزه دیگه ای داره. البته نمیخوام بگم که همه چی عالی و هیچ مشکلی نیست، ولی خب حداقل میخوام با انرژی مثبت جلو برم تا ببینم چیا پیش میاد. الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم باید خیلی زودتر از اینا شروع میکردم. به هر حال جلوی چشمام یه دنیای جدید و خوشگلیه و من میخوام زندگی تازه‌ای رو باهاش شروع کنم. حالا باید ببینم این داستان چه شوقی داره برام. امیدوارم هر چی پیش بیاد خوشحال کننده باشه.